شما شیطان‌های انسی با این سخنچینی‌تان سبب پراکندگی ما برادرها شدن نمی‌توانید. دکتر اسراری گیر این پلید رو نیز از دکان بیرون کن. اوه هم دکانی احمدکام اگه جمعه کو هم مسئله دک کورقچه میکنم بعد زنگتون میزنم. خوب دعوت. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزیک جون سلامتی خوبه. برو برکات سوزان. شما سوزین. خوب شین. چه داری اکا؟ هیچ اکا جون یک خبر گفتم بگیرم. مرا شناختی اخی اکا؟ بله اخی برادر عبدالله جان و برادری که هجامه میکنه. مون برادر او چطوری برادری اخی؟ چوکا اخی همه وقت یجا بدین ویدیو میکردین. یا بود معقوله که ما هم خیلی که این برادریم نکی قطعی ختم برادر بود نکی نسبت ختم گپای بیزی میزنم. نفهمیدم اترا. من بسیار قدیر وقت میگذرونم. سیوم کم میکنیم در دکانش بسیار میرم. برادر گفته خیلی چند ویدیویش شما را نشون میتونم اینه برادر بسیار چیزای خوب میکنه بگم اگر شما را هر خی گپای گند نمیزنم. ما و برادر نغز میشناسیم. اما شیطان جز تو دیگر خبررسان نیافت. اوف ای که خبرم کردی از غیبت ناکس پیشم تو مگو از سخن زشتی هر کس. شیطان تو رو مسئول عیب دیگری کرد زینهار به من مگو غیبت هر کس. اکا ما برای خوبی خودت میگیم. او برادر ما خود نغز میشناسیم. مرحمت برادر جان خوش اومدی. ولی اکا خودت میفهمی چه خیلی آدم های بعد دفعه خدا باشی. نه کس خوبی میانو میگویم. خسته شدیم از خیلی انسان‌های خبرکش. از پشت این خیلی انسان‌ها برادری ما جدا میشود. الو لبای که عبدالله سعودی خوبی؟ الحمدلله برادرم. گجده اکا؟ در دکان هستم. دکان دایی؟ یا پیشت بیام اکا زیارت کنم؟ مایلش آخر مایلش بیاین ان شاء الله. مایل خوب اکا جان میام وزی. دکتر جان داره او کی مهمون اومد. خب واجی برادرم واجی. بیا برادر. بیا. سلام علیکم. سوزی خوبی برادر جان. و علیکم السلام. کی مهمون؟ مهمون اکا دنی جون. یا السلام علیکم. شما دی مرحمت کنید. الحمدلله شما چه خیلی خوبین؟ هیچ اکا جان خبرت گفتم بگیرم. سلامت باشین. خوش اومدن بار دیگه. گیرین از هرشینی کنین. کجان برای کاری مهم اومدیم پیشه. میدونی که ترا به خاطر الله دوست می‌دارم. هم دلم طاقت نکرده که باید بگم ده هم گپ کنم. خب برادرم گوشم در شما بفرمایید. اما احمد میرزای فیکو اخی؟ بله میشناسم. برادر اخی میگویم؟ بله. چند بار ویدیو کردین قطعیش دوستی عزیز قیامتی. در دکانش بدم. با نیتی خوب رفته بودم. ترا سخنوی بیزه بگو همجا خستم قرم کرد اومدم. اکنون بس است. اگر تو راستگوی باشی پس تو سخنچینی و اگر دروغگوی باشی تو فاسقی. ای ابله و ای سخنبری پرزگونا نمیشد که سخن نبرده میکردی پناه. آبروی تو را خصلتی بد پس کند واللهی که بد گفته رود بالاخره به زیر چاه. در حیات شرم نمیداری اینقدر سخنچینی سخنبری میکنی. یا کما با فایده خودت گپ زده استم و چیزی دیدگی من گفتم. خیز از جایت با قدم نوپاک کردین جارو نوپاک نکو. یا خیلی سخنچینی میکنی. برو روید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا عبدالله. و علیکم السلام و رحمت الله. احمد جان خوب هستی؟ شکر خدا. مایده کار زندگی کارو نازک همه خوب. الحمدلله. خواستم که یک مثال ها را دوامش را از زبان شیرین شما شنوم. بفرمو برادر جان. هر کی عیبی دیگران پیش تو آورد و شمرد بیگمان عیبی تو پیش دیگران خواهد بود. ای ماشاءالله انشاءالله که در کار هستی بگاه زنگ زده با گپ میزنیم ناراحت نمیکنیم. خب برادر عزیز برای کار. خب سلام علیکم و رحمت الله. ماشاءالله. شما شیطان‌های انسی با این سخنچینی‌تان سبب پراکندگی ما برادرها شدن نمیتوانید. دکتر اسراری
گیر این پلید رو نیز از دکان بیرون کن. أعدوا ما استطعتم أرهبوهم أقيموا الحرب حيث ثقفتموها خذوهم واحصروهم واقتلوهم يعذبهم وينصركم عليها ويشفي صدور قوم مؤمنين. Добрый день, Икар 32, подсадка 24 левой. برادران خواهران گرامی، ما الحمدلله اویکس خم نباز کردگی هستیم. اویکس پراسپیک میر. من نمره برادر میگذارم. برادر 24 ساعت در خط علاقه است. برادران خواهران گرامی، کسایی که از تاجیکستان به روسیه میروند یا که از روسیه به تاجیکستان میروند یا که از روسیه به دیگر دولت ها یا که از تاجیکستان به دیگر دولت ها، فرق نداره از کدام دولتی باشد، ده همین نمره زنگ زنه. ان شاء الله که برادر 24 ساعت در خط علاقه است و با نرخ ارزان پیشنهادتان میکنن. بلیط های الکترونی است. ان شاء الله در کدام دولتی باشین زنگ زنین و ان شاء الله که بلیط پیشنهادتان میکنن. و برادران و خواهران گرامی، در این اویکس ان شاء الله که من جوابگو هستم. الله جزای خیرتان برای دستگیریتان. سلام علیکم و رحمت الله.